امک جان السلام علیکم. و علیکم السلام بچم. پگروز از کوچه گذرم یک دو سه تا زنکات تگی دیوار به ملال صحبت کرده شتگی بیگانه از کار برگردم حالی هم گپ زنم کرده شتگی گوید اینقدر گپ اینقدر صحبت از پگاه تا شب زمه گفته باشد این زنکا اینقدر گپ از کجا میافته باشد اینا بچم و شما میدونید که همه زنکا کدام وقت کم گپ میزنن؟ وقتی خوراک پزی، وقتی خوراک خوری، وقتی خمیر کردن، وقتی گاو جوشی، وقتی کار خانه. کدام وقت؟ انا همین سوال شما با کدام وقت این زنکا کم گپ میزنن؟ نه امک جان نمیدانم نه که حالا بچم نمیدونستگی باشد اگر دونسته گیرید که زنکا فقط در ماه فورال کم گپ میزنن. برای چی دیگر ماه ها به نیو فقط ماه فورال بوده است و برای آنکه ماه فورال بچم 28 روزه